وقت بخیر ولی جرگه میگوید شرط تصویب بودجه سال مالی 1400 عملی شدن طرح یکسانسازی معاشات کارمندان دولتی است. این جرگه خواهان افزایش معاشات معلمین، سربازان و مامورین دولتی شدند. مقامات میگویند به ارزش 100 میلیون دلار آمریکایی کامراهای امنیتی در شهر کابل نصب می‌گردد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور گفته است هدف از نصب کامراها جلوگیری از جرایم جنایی میباشد. 349 زندانی افغان از عربستان سعودی به کابل انتقال شدند. سفارت افغانستان در ریاض میگوید این افراد بعد از ادای عمره به صورت غیرقانونی در سعودی زندگی میکردند. فابریکه پروسس جلغوزه در ولایت پکتیا به فعالیت آغاز کرد. مقامات میگویند این فابریکه به ارزش 500 میلیون افغانی ساخته شده که سالانه ظرفیت پروسس 60,000 تن جلغوزه را دارد. و کرکت بورد افغانستان میگوید سه بازی کرکت میان افغانستان و ایرلند به تاریخ 21، 24 و 26 ماه جنوری در میدان شیخ الزاید امارات متحده عربی انجام خواهد شد.